بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. باب سجود السهو. باب سجده سهو. در اینجا سجود آمده است، یعنی سجده های سهو. فرق نمیکند این را سجده السهو میگوید یا سجود السهو. هر دوی عنوان ها درست هست. خب اولا مؤلف میگوید يجب سجدتان بتشهد وتسليم لترك واجب سهوا وإن تكرر. يعني اولا تعریف میدهد، تعریف میکند که سجدة السهو چی معنا دارد، به چی اشاره میکند، چی را گفته میشود. میگوید که واجب هست و در عین وقت حکمش را هم میگوید که واجب هست. دو سجده کردن بعد از تشهد و تشهد یعنی که بعد از تشهد و بعد از سلام گفتن که یک سلام می باشد که انشالله این را هم ذکر می کند. بعد از تشهد و یک سلام گفتن دو سجده کردن، دو سجده اضافه کردن از سبب ترک کردن یک واجب نماز را سهوان از روی فراموشی یا از روی سهوان هم گفته می شود، یعنی به قصد ترک شود، از روی فراموشی ترک شود، حتی اگر تکرار کرده شود، یعنی حتی اگر تکرارا فراموش شود، تکرارا خطا شود، تکرارا ترک کرده شود یک واجب یا از یک واجب زیادتر. برای برقرار کردن این نقصان و این کمبودی نماز دو سجده کردن بعد از تشهد و سلام واجب هست. اکنون میگوید که برای چی در اینجا سهوان گفته است و برای چی این را سجده سهو گفته میشه. سجده سهو به قصد یا سجده عملی یا ترک فراموشی. میگوید که چون که و این کان ترکه عمدا اثیما، چون که اگر کسی قصداً ترک کند یک رکن واجب را یا یک عمل واجب را گناهگار می شود. و چی باید کرد؟ و واجب اعادت الصلاة لجبر نقصانها. و سبب عمدن یعنی قصدن ترک کردن یک واجب نماز باید که نمازش را دوباره اعاده کند، دوباره تکرار کند، دوباره از سر نو آغاز کند برای جبر کردنی، برای جبران کردنی نقصانش، یعنی برای برقرار کردنی نقصانش یا برای اصلاح کردنی کمبودی نماز. ولا يسجد في العمد للسهو الا في ثلاث. و میگوید که هنگامی که شخص قصدن عمل را ترک کند سجده سهو کردن نمی شود مگر گفته می شود که در سه حالت. یعنی که عموما دو قاعده را در اینجا ذکر می کند. اولا میگوید که سجده سهو تنها از برای فراموش کردنی، ادا کردنی یا از روی فراموشی ترک کردنی، ادا کردنی یک عملی واجب کرده می شود. و دویم قاعده این را می گوید که اگر کسی قصداً ترک کند باید نمازش را سری نو آغاز کند. اما می گوید که در اینجا یک حالتی مابینگی هست که حتی اگر شخص قصداً این عملها را ترک کند یا این عملهای نماز را ترک کند باز هم اختیار دارد که سجده سهو کند برای برقرار کردن آنها. و این سه عمل در اینجا ذکر می شود. اولا ترک القعود الاولی. اگر کسی نشست اول رو ترک کند باز هم اختیار دارد که برای برقرار کردن این عمل سجده سهو کند. دوم و تأخیر سجده من الرکعة الاولى الى آخر الصلاة. و اگر کسی تأخیر دهد سجده را از رکعت اول تا آخر نماز تأخیر دهد. و تفکره عمدا حتی شغله عن رکن. و اگر کسی در فکر ماند یا در حالت فکر کردن باشد، یعنی در بعضی وقت اگر کسی چی شود در شک افتاد فکر میکند که من حاضر در کدام رکعت هستم یا حاضر من کدام عمل را انجام ندادم یا حاضر من چی گفتم، اگر در فکر رود قصداً و این فکر کردن او را مشغول نگه دارد از یک پر رکن، یعنی اگر با مدت کمی اگر فکر کند با فکر رود این باکی ندارد. اما اگر کسی با مدت طولانی اگر فکر و مفکوره در فکر و تفکر رود و این برابر شود با ادا کردن یک رکن
برای این عملش هم سجده سهو کردن درست هست. بعدا میگوید یوسن الاتیان بسجود السهو بعد السلام. سنت هست سجده سهو را کردن. اتیان یعنی آوردن، یعنی کردن، ادا کردن سجده سهو سنت هست بعد از سلام. بعد از سلام یعنی بعد از سلام آخران نه، بلکه یک سلام اضافگی داده می شود بعد از تشهد به یک طرف که در اینجا ذکر می کند یکتفی بتسلیمت واحدت عن یمینه فی الاصح. کفایه می کند یک سلام گفتن به طرف راست طبق قول صحیح تر. یعنی که شخصی در قاعده آخران کشیشت و تشهد رو که خوند، اتحیات رو که خوند تا آخر، سلام میگوید به طرف راست، السلام علیکم و رحمت الله یک بار، و بعدا به سجده می رود و 2 مراتب سجده می کند. میگوید که این سلام رو یا این سجده رو بعد از این سلام اضافگی دادن سنت هست، چون که بین مذاهب اختلاف هست که این رو پیش سلام، بعد از سلام، با یک سلام یا با چند سلام کرده می شود، اختلاف هست. از این سبب در اینجا ذکر می کند که خودی 2 سجده کردن این رو سجده سهو گفته می شود بعد از تشهد، اما سلام اضافگی پیش یا بعدش داده می شود. از جهت فقه حنفی پیش از رفتن به 2 سجده سلام رو گفتن این سنت هست. برای همین میگوید فإن سجد قبل السلام کره تنزیها. بخشش نمیدانم من چی گفتم، اما شاید قبل و بعد رو نادرست سهوان خطاان من شاید نادرست گفتم، اما باید سجده بعد از سلام گفتن به طرف راست کرده شود. هر 2 سجده ها باید بعد از سلام به طرف راست کرده شود. پس اگر کسی سجده کند پیش از سلام دادن، پیش از سلام اضافگی، این مکروه تنزیهی حساب می شود. مثلا اگر کسی 2 سجده کند و بعداً به جایش که دوباره بشیند سلام در دهد به طرف راست و دوام دهد بعد درود و دعایش رو، این مکروه تنزیهی حساب می شود. و بعدا میگوید که و یسقط سجود السهو بطلوع الشمس بعد السلام فی الفجر. سجده السهو کی ساقط می شود؟ در مورد این میگوید که سجده السهو یا سجود السهو ساقط می شود با برآمدن آفتاب بعد از سلام دادن در نماز فجر و با سرخ شدن آفتاب در نماز عصر و با موجود شدن یا با وجود آمدن آن چیزی که منع میکند دوام دادن را بعد از سلام. یعنی اگر کسی سلام گوید و بعد به یادش رسد که یک رکن که یک عمل واجب را ترک کرده است و خواهد که سجده السهو کند، اما در این حالت ها اگر پیش آمده باشد که مثلا آفتاب الکی سرخ شده باشد یا اینکه آفتاب الکی برآمده باشد یا اینکه چیزی را بکند که از دوام دادن نماز او را باز دارد، مثلا الکی کلام گوید، گپ زند یا سینه خود را از قبله دور کند و غیره، یعنی بنا کرده نتواند، دوام داده نتواند نمازش را، در این حالت ها سجده السهو ساقط می شود. و یلزم المأموم بسهو امامه. و بعدا در اینجا احکام جماعت را هم ذکر می کند. می گوید که مأموم یعنی مقتدی اگر امامش خطای کند از روی سهو، از روی فراموشی و سجده السهو کند، مأموم هم باید همون سجده السهو را ادا کند، لا بسهوه، اما برعکس نه. یعنی بر ذمه امام یا بر شانه امام سجده سهو از سبب خطا کردن مأموم لازم نمی شود. و یسجد المسبوق مع امامه. و بعدا میگوید که مسبوق نیز باید سجده السهو کند با امامش. مسبوق را الکی ما چندین بار گفتیم، کسی که پسماند هست یا کسی که دیر آمدگی هست به جماعت و حداقل یک رکن را از دست دادگی هست با امام و باید در آخر نماز همون قسمت نمازش را باید برقرار کند، قضا کند گویا. مسبوق نیز باید سجده کند، سجده سهو کند با امامش.
ثم یقوم لقضاء، یعنی در آخر نمازش اول سجده السهو میکند و بعدا می ایستد. اگر باید داشته باشد انتظار می شود که امامش سلام خود را با قطع کردن نماز، یعنی با تمام کردن نماز بدهد. او سلام نمیدهد در آخر نماز و بعدا دوباره میخیزد لقضاء ما سبق به، تا برای قضا کردن، برای پورا کردن آن قسمت نمازی که از او پیش خوانده شده بود، از او سبقت کرده شده بود. خب ولو سهى فيما يقضيه سجد له ایضا. و برای روشن کردن یا برای دور کردن یگان شبهه میگوید که اگر مسبوق در همون قسمتی که دوباره برقرار میکند یا قضا میکند، اگر در آن هم سهو کند، خطایی کند از روی فراموشی در آن چیزی که باید قضا کند، میتواند سجد له ایضا، باید برای او هم سجده کند، سجده سهو کند. یعنی اینگونه فکر نکند که به هر نماز تنها یک بار سجده سهو کردن جایز هست. یعنی اگر یک بار با امامش سجده سهو کرد و امامش نمازش را تمام کرد و این دوباره خست تا اینکه مثلا 2 رکعت دیگر رو برقرار کند، 3 رکعت دیگر رو برقرار کند و در دوران قضا کردن این رکعت‌های از دست رفته یا از پیش او سبقت شده اگر خطایی کند، باید برای او هم سجده سهو کند. للاحقو، اما لاحق نه. لاحق یعنی به مانند مسبوق یک کلمه هست که اشاره میکند به شخصی که برعکس مسبوق هست. مسبوق کسی هست که دیر می آید و از او سبقت کرده می شود، امام از او پیش رفت و این یک چند رکعتی اول رو یا یک چند رکن اول رو از دست داد. لاحق برعکسش هست، با امام نمازش رو سر می کند، آغاز می کند، اما در مابین نماز چیزی می شود که رکعت‌های پیشتر رو از دست می دهد با امام. مثلا یا خوابش می برد در مابین، در حالت ایستاده یا رکوع یا مثلا سجده، اگر مرد باشد در حالت سجده اینگونه خوابش برد و نماز ادامه، البته نماز ادامه می دهد، امام دوام می کند و چی می شود؟ اول نماز را با امام می گیرد اما رکنهای بعدی را از دست می دهد. این شد لاحق. در این حالت می گوید که برای او سجده کردن سهو ضروری نیست، یعنی برای اگر امام سجده سهو کند. ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الجمعة والعيدين، و امام سجده السهو نمی کند در نماز جمعه و العیدین. بعدا در این قسمت و من سهى عن القعود الاولی، در این قسمت در موردی خطا کردن وقتی میگویم ترک کردن واجب از روی فراموشی هست، فراموش نکنید. خب اما معنای لغوی سهو خطا کردن هست و این البته هر خیل خطا تطبیق نمیشد، بلکه به خطای شرعی، به خطایی که در اینجا ما ذکر کرده ایم، به خطایی که در اینجا هدف ما در اینجا هست، در این باب، یعنی خطایی که ترک کردن عملی واجبی که از روی فراموشی سرزد شده باشد. خب و کسی که فراموش کند قعودی اول رو، نشست اول رو، این قسمت پورا قسمت درباره فراموش کردن یا ترک کردن نشست اول هست و قسمت بعدی در مورد ترک کردن نشست آخران هست. خب برای همین این قسمت رو باید بگیرید، باید داشته باشید که در مورد این مسئله ترک کردن نشست اول هست. پس میگوید کسی که فراموش کند قاعده اول رو از نماز فرضی، عاد الیه ما لم یستوی قائما فی ظاهر الروایه، دوباره بر میگردد، یعنی باید دوباره برگردد به حالت نشست ما لم یستوی، مادامی که یا تا آن دمی که پورا نکرده باشد، پورا نایستاده باشد، قائما یعنی پورا نکرده باشد حالتی قائم شدن را، حالتی راست ایستادن را، یعنی که در حالت خستن است اما پورا نایستاده است، میتواند که دوباره برگردد به حالت نشست. البته چگونه مسئله هست؟ کسی دویم رکعت رو میخواند، سجده میکند برای دویم رکعتش، الله اکبر الله اکبر، باید
дар ҷояш бишинад барои қаъдаи аввал. аммо аз рӯи фаромӯшӣ барои ракъати севум мехезад. акнун суол дар ин ҷо ин аст ки оё пурра хест, оё дар ҳолати хестан буд, миёнаш боз ҳам хам буд, оё наздиктар ба нишаст буд, наздиктар ба хестан буд, ҳолаташ чӣ гуна ҳаст? вобаста ба ин ҳолаташ масъала фарқ мекунад. пас дар ин ҷо мегӯяд ки метавонад дубора бишинад дар ҷояш агар ҳолати қоим шуданро, истоданро, росту хестанро пурра накарда бошад, тибқи зоҳири ривоя. ва ман фаҳмонда будам зоҳири ривоя чӣ маъно дорад. ин ишора ба 5 китоби имом муҳаммад мебошад. ва ҳува ал-асаҳ, ва ин саҳеҳтар ҳаст. والمقتدي كالمتنفل يعود ولو تتم قائما. و میگوید که و مقتدی کسی که از پس امام نماز رو میخواند به مانند متنفل هست، به مانند نفل گذار هست، یعنی میتواند که دوباره برگردد به حالت نشستنی اول حتی اگر رستو خستن رو پورا کند. استتم. خب اگر مقتدی باشد شخصی و رستو بخیزد، یعنی وقتی که امام مثلا الله اکبر میگوید، اگر امام مثلا خودش خطا کند یا اینکه خودش خطا نکند، خودش بشیند در مابین برای نشست اول، اما مقتدی خودش رستو بخیزد، مقتدی فورا میتواند دوباره در جایش بشیند. فإن عاد وهو إلى القيام أقرب سجد للسهو. اکنون میگوید که اگر کسی دوباره به جای نشستش برگردد بعد از اون که او به رستو خستن نزدیکتر بود، اقرب نزدیکتر بود، قریبتر بود، باید سجدت سهو کند. نه اینکه پورا خست، بلکه به حالتی خستن به حد نزدیک بود، قریب که پورا میان پشتش رست شد به حالتی خستن، اما پورا نخست، در این حالت سجدت سهو میکند. اما اگر به نشست نزدیکتر بود، یعنی که تنها مثلا اینگونه فکر کنید که تا حال در حالتی از جایش خستن هست، شاید در تا حال زانوهایش در زمین هست یا دستانش اگر باید به چیزی تکیه کند دستانش در زمین هست، نو یعنی پایهایش رو راست کرده ایستاده است که بخیزد، اما باز هم به حالتی نشستن نزدیکتر باشد، لا سجود علیه فی الاصح، در این حالت سجدت السهو برایش نیست، طبق قول صحیح تر. خب پس در اینجا جواب به حد آسان هست. اگر کسی نخست از بجایی که به قاعده اول بشیند، قریب که به رکعت سوم بخیزد به ادا کردن قاعده اول، این رو باید به نظر گرفته شود که آیا به حالت قیام نزدیکتر شد یا به حالت نشست نزدیکتر بود. اگر به حالت نشست نزدیکتر بود و فوراً برگشت به حالت نشستن، برایش سجدت السهو نیست. اگر به حالت قیام نزدیکتر شد اما پورا قائم نشد، برایش سجدت السهو هست. و آخران و این عاد بعد ما استتم قائما اختلف التصحیح فی فساد صلاته. اگر کسی دوباره برگردد بعد از اون که پورا رستو خیزد، در مورد فساد شدن نمازش اختلاف هست. یعنی بین علما اختلاف هست و البته اختلاف چنین هست که بعضی میگویند که نمازش فاسد می شود، بعضی میگویند که فاسد نمی شود و سجدت السهو باید ادا کند. برای همین چون که اختلاف هست، یعنی که نصوص و دلیل ها در این مورد واضح نیستند، انسان باید احتیاط کند. اکنون در قسمت بعدی میگوید و این صح عن القعود الاخیری، یعنی که اکنون از اینجا این در موردی فراموش کردن نشستی آخران هست. نشستی آخران چطور انسان میتواند نشستی آخران را فراموش کند؟ با خستن برای یک رکعتی اضافگی. فهمیدین؟ یعنی که اگر نمازی 2 رکعته باشد چی می شود؟ برای رکعت سوم نخست می خیزد. نمازی 4 رکعته باشد برای رکعت پنجم می خیزد نخست و برای نشست آخران نمی نشیند. پس در این حالت چی باید کرد؟ و در این حالت وابسته به حالتهای گوناگون یا خطاهای گوناگون چی نتیجه می باشد؟
اگر کسی فراموش کند قاعده آخران رو عاد ما لم یسجد، البته که دوباره برگردد تا آن دمی که سجده نکند. مثلا رو فهمیدید؟ تصور کرده توانستید که سجده در اینجا از کجا می آید؟ یعنی که وقتی که انسان فکر کنید، فرض کنیم که در نماز 4 رکعته با 5 رکعت وقتی که میخیزد نشستی آخران رو ادا نکرده است، تا وقتی که برای رکعت 5 سجده دوباره نکند، یعنی که میخیزد، سوره میخواند، فاتحه و سوره و رکوع میکند و بعدا به سجده میرود، تا دمی که به سجده نرود برای این رکعت اضافگی میتواند که برگردد، اعاده کند، عاده یعنی برگردد مادامی که سجده نکرده باشد، دوباره برگردد به حالتی تشهد، به حالتی قاعده آخران و سجده سهو کند برای این فراموشیش و برای تأخیر دادن قاعده آخران. اما اگر فإن سجده، اما اگر برای رکعت اضافگی، برای رکعت 5 یا 3 در نماز 2 رکعته اگر سجده بکند، صار فرضه نفلا، متوجه شوید، نماز فرضیش نفل می شود. یعنی نماز فرضی 4 رکعتش نفل می شود، تمام رکعتایش، حتی 5 رکعت هم باشد و 6 رکعت هم شود، همش 6 رکعت نفل می شود. برای چی؟ برای که قاعده آخران را ادا نکرد. این رو به نظر بگیرید، چون که مسئله فرق میکند از یک حالت دیگری که در اینجا میفهماند در صحیفه بعدی. پس چون که تمام رکعتایش نفل می شود، بهتر است که یک رکعت دیگر رو هم اضافه کند. فهمیدید؟ رکعت 5 خطا بود، ناخواست بود، از روی فراموشی خیست، اما سجده که کرد بایدش اگر نرسید، نمازش رو اگر اصلاح نکرد، با تأخیری قاعده آخران اگر نمازش رو درست نکرد، نماز فرضیش به نفلی تبدیل می شود، 5 رکعته نفلی می شود. بهتر است که این 5 رکعت یک رکعت دیگر رو دیده و دانسته اضافه کند تا اینکه 6 رکعت شود، رکعت های جفت شود، نه اینکه طاق. رکعت 5 ناخواست اضافه شد، رکعت 6 قصدن اضافه کرده شد، چون که نمازش 6 رکعت نفلی شود. برای همین میگوید و ضم سادسة ان شاء، اگر خواهد رکعت 6 رو ضمه، یعنی که اضافه کند، علاوه کند، ولو فی العصر، حتی در نماز عصر هم باشد. برای چی در اینجا ولو، اگر چی در نماز عصر باشد؟ برای چی این نماز رو باید واضح کند برای ما؟ برای اون که بعد از نماز عصر خواندن نفل جایز نیست، وقتی کراهت داخل می شود یا وقتی کراهت بعد از نماز عصر می باشد. حتی نماز فجر رو هم می تواند ذکر کند، اما در اینجا از سببی که نماز 4 رکعته را همچون مثال می آورد، تنها نماز عصر رو ذکر کرده است. برای همین وضاحت داده است، واضح ساخته است که حتی در نماز عصر هم، حتی اگر نماز عصر هم این گونه نادرست شود، می توانید که این گونه درست کنید نماز را. فهمیدید؟ و رابعه فی الفجر، و اختیار دارد، در اینجا برمیگردد و ضم سادسة یا و ضم رابعه ان شاء فی الفجر، و اگر بخواهد 4 رکعت را میتواند اضافه کند در نماز فجر، که نماز فجر دیگر نمیشود، نماز نفل میشود. یعنی که چی شد؟ نماز فجر البته 2 رکعت هست، اما نخست به قاعده آخران، حتی قاعده آخران را ادا نکرد، نخست به رکعت 3 خیست، پیشش سجده کردن رکعت 3 به یادش نرسید، برنگشت، سجده تو سهو نکرد. اگر 3 رکعت رو قید کرد، محکم کرد، اضافه کرد به نمازش، بهتر است که یک رکعت دیگر رو قصدن اضافه کند تا اینکه نماز نفلی 3 رکعته و 4 رکعته تبدیل شود. و میگوید ولا کراهت فی الضم فیهما علی الصحیح، و کراهت ندارد، مکروه نیست قصدن اضافه کردن یا اضافه کردن به این نمازها طبق قولی صحیح. ولا یسجد للسهو فی الاصح، و در آخر این نمازهای نفلی
намозҳое ки фарзӣ буду нафлӣ шуд саҷдату саҳв дигар лозим нест, чунки хатое нашуд. агар ба ёд дошта бошед, инсон иҷозат дорад ки намози нафлиро бенишасти мобайнгӣ хондан гирад, давом додан гирад. танҳо беҳтар аст ки дар намози, агар ба ёд дошта бошед, намози гуфта буданд ки дар рӯз 8 ракату дар шаб 4 ракат ё дар рӯз 4 ракату дар шаб 2 ракат, яъне қатъ карда шавад. аммо дар намози нафлӣ суҳулат аст, осонӣ ҳаст ва он қадар сахтӣ нест ки зарурат шавад ба саҷдату саҳв. акнун давом медиҳем, мегӯяд ва ин қаъда ал-ахира thumma қама. ин чӣ тавр фарқ мекунад аз ҳолати қаблӣ ё аз масъалаи қаблӣ? бибинед, дар масъалаи қаблӣ шахсе қаъдаи охиронро барои қаъдаи охирон нашишт, барои нишасти охирон нашишт, фавран боло шудак хест барои як ракати дигар. баъд аз масалан 2 ракати намозҳои 2 раката барои 3 ракат хест, ё ин ки барои намозҳои 4 раката барои 5 ракат хест бе нишасти охирон. аммо дар ин масъала баъд аз нишасти охирон боз аз рӯи фаромӯшхотирӣ, фаромӯшӣ, боз дубора баъд аз ташаҳҳуд мехезад. фаҳмидед? яъне ки аллакай дар мобайн 6 буд ташаҳҳуди худро хонда буд, нишасти аввалин тамом шудааст. акнун бояд ташаҳҳуду дуруду дуа ва ғайра бикунаду намозашро ба интиҳо расонад, аммо боз ҳам баъд аз ташаҳҳуд мехезад. дар ин ҳолат чӣ? дар ин ҳолат ин масъала барои чӣ фарқ мекунад? барои он ки дар ин масъала қаъдаи охирон адо мешавад, аммо ба салом гуфтан ва ба қатъ кардани намоз таъхир меояд. пас дар ин ҳолат хубиш ин аст ки намози фарзӣ аввал қабул мешавад, қайд мешавад ва баъдан ракъатҳои нафлӣ изофа мешавад. мегӯяд ки агар ба қаъдаи охирон аввал бишинад, қаъда, ва баъдан хезад, аада ва саллама мин ғайри иъадати ташаҳҳуди, дубора метавонад ки бишинад ва баъдан салом диҳад бе иода кардани ташаҳҳуд, бе дубора хондани ташаҳҳуд. фаин саҷада, аммо ин пеш аз саҷда ҳаст. яъне ки масъала ба монанди масъалаи қаблӣ ҳам як хел сар мешавад. касе ки хезад нохост, вақт дорад пеш аз он ки пурра як ракат қайд шавад, илова шавад, метавонад ки фавран бишинад ва дар ин ҳолат ташаҳҳуди худро иода намекунад, давом медиҳад. аммо фаин саҷада лам ябтул фардуҳу, аммо агар саҷда кунад барои ракати изофагӣ, бибинед, барои 3 ракати намози 2 ракат агар хеста бошад, хондан бигирад фатиҳа ва сура ва руку ва саҷда кунад, намози 2 ракатаи фарзияш ботил намешавад. ё дар намози 4 раката агар 5 раката хезад, аз ҷояш фатиҳа ва сура ва руку ва саҷда кунад, намози 4 ракатаи фарзияш ботил намешавад, ба нафл табдил намешавад. чунки фарқ чӣ ҳаст? саҷдаи нишасти охиронро аллакай адо кардагӣ ҳаст. пас ин нишасти охирон гӯё як фосила меандозад, ҷудокунанда ҳаст байни ракатҳои фарзиву нафл. пас дар ин ҳолат чунки як ракати тоқро изофа мекунад ба намози фарзии худ дар охирон, беҳтар аст ки як ракати дигарро илова кунад, то ин ки баъд аз 2 ракат ё 4 ракати фарзияш 2 ракати нафлӣ ба намозаш изофа шавад, на ин ки як ракат. барои ҳамин мегӯяд ки агар саҷда кунад барои ин ракати ки нохост барояш хест, намози фарзияш ботил намешавад. ва дамма илайҳа ухра литасира заидатани лаҳу нафилатан, ва метавонад ки як ракати дигарро қасдан изофа кунад, то ин ки ҳар дуи зоидаҳо заидатани, яъне ҳар дуи ракатҳои зоида, зиёда, илова барояш нофила ҳисоб шаванд. ва саҷада лиссаҳви, ва албатта ки бояд саҷдату саҳв кунад. баъдан мегӯяд валав саҷада лиссаҳви фи шафъи татаввуъи лам ябни шафъан ахара алайҳи истиҳбабан. ин аст масъала ва ин аст натиҷа. агар касе саҷда кунад барои саҳв, яъне саҷдаи саҳв кунад дар ракъатҳои шафъи татаввуъ, нофила,
شفع من معنایش رو برای شما گفته بودم که یعنی رکعتای جفت، و تطوع یعنی نافله، نمازی نافله. اگر کسی سجدت السهو کند در رکعتای جفتی نمازی نفلی، لم يبني شفعا آخر عليه استحبابا، مستحب هست که دو رکعتی دیگر رو بالای او بنا نکند، گویا بالای او اضافه نکند. این است نتیجهش. بهتر است که یا مستحب است که دو رکعتی اضافگی رو یا دو رکعتی نفل دیگر رو بالای این نفلش اضافه نکند. یعنی که از سببی که در این سه مسئله قبلی چندین بار به ما گفت که یک رکعت رو دو رکعت کند، یک رکعت رو دو رکعت کند تا اینکه نفلی شود. میگوید که اگر کسی فراموش کند چیزی را، مثلا در نمازهای نفلی و سجدت السهو کند، بله، یعنی از جهت حکمی یا از جهت صورتاً گویم، گرچه که با دو سجده اضافگیش برای سجدت السهو یک رکعت دیگر گویا که اضافه می شود از جهت صورت، اما بهتر است که یک رکعت دیگر رو اضافه نکند. این بهتر هست میگوید. اگر نه برای هر دو رکعتی که اضافه میکند اگر خطا کند چی همین خل دو رکعت خواندن میگیرد، نمی شود. برای همین میگوید که بهتر است که اضافه نکند. به مانند این سه مسئله های قبلی، خطا کرد در دو رکعت نماز نفلی یا مثلا در 4 رکعت نماز نفلی، سجده سهوی خود را کند و یک رکعت دیگر را اضافه نکند، بهتر است میگوید. فإن بنا اعاد سجود السهو فی المختار. و میگوید که اگر این گونه بکند سجدت السهو خود را باید اعاده کند طبق قولی اختیار شده. خب اکنون میگوید ولو سلم من علیه سهو فاقتدى به غیره. در اینجا واضح میکند که اگر سلام دهد کسی که بالایش سجدت السهو باشد و کسی یعنی امام مثلا و کسی از او اقتدا کند، این درست هست، این سجده للسهوی درست هست اگر سجده سهوی خود را کرده باشد، و اگر نه درست نمی شود نمازش. و یسجد للسهو و ان سلم للقطع ما لم يتحول عن القبلة او يتكلم. و این شخصی که مثلا اگر شخصی سلام گوید اما سجده سهوی خود را نکرده باشد، باز هم اختیار دارد که سجده سهو کند بعد از سلام دادنش تا آن وقتی که یا مادامی که چیزی را یا عملی را انجام نداده باشد که منع کننده بنا کردن یا دوام دادن نماز شود. در اینجا میگوید و برای سهو سجده میکند حتی اگر سلامی قطع گفته باشد. قطع یعنی سلامی که نماز را میشکند یا سلامی که برای تکمیل نماز داده میشود. حتی اگر کسی فراموش کند، فکر کنید فراموش کرده است یک عملی نماز را و باید سجدت السهو کند، اما اگر کسی سجدت السهو را فراموش کند چی؟ کسی اگر سجدت السهو را فراموش کند، باز هم در آخر نمازش یک موقع کوتاهی دیگر دارد که اگر بعد از سلام دادنش اگر به یادش رسد، مادامی که تا آن وقتی که لم يتحول عن القبلة، سینه‌اش از قبله اگر نگردیده باشد یا اینکه گپ نزده باشد، میتواند که سجدت السهو خود را بکند. خب اکنون این مسئله آخران میگوید که یک مسئله رو پیش میکند. میگوید که توهم مصلی رباعیه او ثلاثیه انه اتمها فسلم. مصلی رباعیه او ثلاثیه شخصی زیر سؤال ماست، یعنی نمازگزاری 4 رکعته یا 3 رکعته، این مضاف الیه هست. خب نمازگزاری 4 رکعته یا 3 رکعته وهم میکند، در غلط فهمی میافتد، شک میکند، خیال میکند انه که او تمام کرده است نمازش را و سلام میگوید، سلام میدهد.
ثم علم انه صلى ركعتين، سپس به خبر می شود یا به یادش می رسد یا متوجه می شود که او تنها 2 رکعت خوانده است. اتمها، می تواند که نماز خود را تمام کند و سجده سهو کند، یعنی که 1 رکعت دیگر را اضافه کند و سپس سجده سهو کند. اما می گوید و این طال تفکره ولم یسلم حتی استیقنه، اما اگر در این حالت قرار بگیرد که فکر کردنش دوام دهد یا طولانی شود، طال طولانی، طویل دراز، یعنی اگر فکر کردنش طولانی شود، دراز شود و سلام نگوید، سلام نداده باشد تا آن وقتی که یقین پیدا کند. این کان قدر اداء رکن وجب علیه سجود السهو، اگر این فکر کردنش برابر شود با ادا کردن 1 رکن نماز، باید که سجده سهو کند از سبب تأخیر دادنی، دوام دادن نماز خود. اما اگر فکر کردنش آنقدر طولانی نباشد، سجده سهو برایش حتی ضروری نیست. برای چی؟ برای آن که سلام نداده بود، لم یسلم. در این حالت یکم سلام داده بود، فسلمه، سلام داده بود، اما البته در اینجا این را حلقه باید بفهمید که سلام داده بود اما چیزی رو نکرده بود که بنا دادن نماز رو منع شود. کسی باید 4 رکعت نماز خواند یا 3 رکعت، اما بعد از 2 رکعت سلام می دهد، می تواند نماز خود رو ادامه دهد اگر فوراً به یادش رسد. 1 رکعت دیگر رو اضافه میکند، الله اکبر گفته اضافه میکند و سجده السهو میکند. این نمازگذاری 4 یا 5 رکعت یا 3 رکعته. البته اگر 4 رکعته باشد و 2 رکعت خوانده باشد، 2 رکعت دیگر رو اضافه میکند. اما اگر در آخر نماز مثلا اگر خوانده باشد یا در وقت درود خواندنش، در وقت دعا کردنش در فکر یکی افتاد که من 2 رکعت خواندم، 3 رکعت باید بخونم، فکر کند، در تفکر بیافتد و فکر و خیالش دراز شود، سلام نداده است. اگر ما باید این رو این گونه تقسیم کنیم که اگر فکر کردنش به ادا کردن 1 رکن اگر برابر شود، یعنی در حالت خاموشی، در این حالت مسئله دیگر می شود، باید سجده سهو کند. اما اگر فکر و مفکورش آنقدر دراز نباشد، در این حالت می تواند که دوام دهد و رکعت های اضافگی را چی کند؟ اضافه کند به سجده سهو، چون که سلام نگفته است. خب انشاءالله این قسمتی کوتاه را هم میگذاریم و در همینجا درس رو بعد میگذاریم. فصل فی الشکی، این قسمتش کمک دخل دارد به قسمتی قبلی. میگوید که تبطل الصلاة بالشك في عدد ركعاتها اذا كان قبل اكمالها وهو اول ما عرض له من الشك یا او كان الشك غیر عادة له. این مسئله اول هست. میگوید که نماز باطل می شود با شک کردن در عدد رکعتهایش. اگر شخصی نمازگزار شک کند در عدد رکعتهای خواندگیش در نمازش باطل می شود اگر پیش از اکمالیها، اگر پیش از به تکمیل رساندن او باشد، یعنی پیش از به تکمیل رساندن نماز باشد و این اولین باری باشد که شک به او پیش می آید. و هو شک اول ما عرض له من الشک، و آن شکی که داشت، شک و شبهه‌ای که داشت، یکمین بار هست که برای او شک پیش می شود، یعنی عادت شک کردن رو ندارد. او یا اینکه کان الشک غیر عادت له، یا اینکه شک کردن برایش عادی نباشد، یعنی برایش عادت نباشد، یعنی که همه وقت انسانی مشکوک نباشد یا انسانی شک کننده نباشد، یعنی در بیماری شک و شبهات گرفتار و وسوسه گرفتار نباشد. فلو شک بعد سلامه، اگر این شکش بعد از سلام دادنش باشد، یعنی که تا خواندنی، تا به تکمیل رساندن نماز خود، یعنی یقین داشت که این 1 رکعت، 2 رکعت، 3 رکعت، خود شک نداشت. بعد از سلام گفتنش اگر شک پیش آید،
لا یعتبر، ما این رو به نظر نمیگیریم، به این توجه یعنی که به این توجه ندهید. الا این تیقن بالترک، مگر اگر کسی یقین پیدا کند که من یک رکعتی رو ترک کردم. خب در اینجا مثلا این است که یک باب رو در اینجا مقرر کرده است مؤلف برای شک کردن در عددی رکعت‌ها. میگوید که اگر کسی یکم بار شک کند، یا اینکه گویم که در یک چند ماه یک بار گاه شک میکند، بین شک هایش بین این واقعه ها خیلی وقتی طولانی هست. از سبب شک داشتن و غالب گمان نداشتن و در شک افتیدن نمازش باطل می شود. دوباره آغاز کنه نمازش رو، چون که این شخصی نیست که بیمار باشد، یعنی بیماری روحانی داشته باشد یا مغزی داشته باشد، یا در گویم که در چال شیطان افتاده باشد، در جال شیطان افتاده باشد که در بیماری وسوسه گرفتار شده باشد. این گونه شخص نیست، شخصی سالم هست، شخصی هست که همه وقت با یقین نماز خود را میخواند. اگر شخصی سالم و با یقین باشد، همین که شک پیدا کند یعنی که این شکی با اعتبار هست، این شک هست که شکش درست هست، نه از سبب پریشانی، نه از سبب بیرونی و از سبب وسوسه های مثلا شیطان، یا از سبب همان حالتی که نفسش در آن قرار دارد. پس این شک رو باید به نظر گرفته نماز خود رو دوباره آغاز کند. اگر غالب گمان البته داشته باشد این دیگر مسئله هست، همون غالب گمان خود رو میگیرد، یعنی به یک طرف اگر مایل کند که بله نمازی من مثلا 3 رکعت هست حاضر، این دیگر مسئله است. اما پورا شکی که یگان خیل راهی حل نباشد نماز رو باطل میکند. اما در اینجا میگوید که اگر این در درون نماز باشد، اگر از نماز بیرون باشد، بعد از سلام دادنش شک پیدا شود، این رو به نظر نگیرد، مگر اگر یقین داشته باشد. چون که در اینجا یک قاعده فقهی هم هست. من بعضی وقت گاه به شما بعضی قاعده های فقهی رو گفتگی هستم. مثلا گفته بودم الضرورات تبیح المحظورات، یا الضرورات تقدر بقدرها. یک قاعده دیگر این است که الیقین لا یزول بالشک. این رو در یک کنج دفتر خود نویسید، الیقین لا یزول بالشک. در شریعت این یک قاعده دیگر هست که یقین هیچ وقت گم کرده نمی شود یا حذف کرده نمی شود از سببی یا بر اساس شک. وقتی که انسان یقین داشته باشد، تنها یک شک نمی تواند یقین او را چی کند؟ خلل رساند. برای همین است که بعد از آن که نماز خود را با یقین تمام کند، بعد از سلام گفتنش اگر شک آید، این شک را ما اعتبار نمی دهیم، مگر اگر یقینی نو پیدا کند که من یقین دارم اکنون که من یک رکعتم رو یا مثلا ترک کردم یا مثلا چی کردم. خب و این کثر الشک. اما اگر مسئله دوم این است، یا حالت دوم این است که اگر شخصی باشد که شخصی شک کننده باشد، شخصی باشد که در همین بیماری شک و شبهات به حد زیاد گرفتار شده باشد، که من این رو برای شما یک وقت فهمونده بودم که با روسی چی میگویند، من فراموش کردم. OCD میگویند با انگلیسی. در همونجا نوشته‌ای هستم، یا اگر باید داشته باشید دوباره نویسید. اما این گونه بیماری ها می شود. در طهارت گفته بودم، فهمونده بودم که انسان در شک و شبهات گرفتار می شود، در مورد طلاق دادن، در مورد مثلا طلاق گفتن و غیره. این بیماری عصبی هست. اگر این گونه شخصی چی باشد، شخصی شک کننده باشد و خیلی زیاد شک به او می آمده باشد، عمل بی غالب ظنه، باید که اگر غالب گمان داشته باشد، باید به غالب گمان خود عمل کند. فإن لم یغلب له ظن اخذ بالاقل. اگر غالب گمان نداشته باشد، بهتر هست، احتیاط این است که با رقم یا عددی کمتر، قلیلتر بگیرد یا رعایت کند. مثلا اگر در شک افتاد در مابین نماز خود که من در 2 رکعت هستم یا در 3 رکعت هستم، عددی کمتر رو بگیرد، چون که در این احتیاط بیشتر هست.
وقعد بعد كل ركعة ظنها آخر صلاته. و پس از هر رکعتی که او را گمان میکند که آخر نماز هست باید بشیند، تا اینکه اگر در اصل همان رکعت آخر آن رکعتش باشد با نشستن تا حدی اقل تشهد نمازش پوره شود. انشاءالله تا هم اینجا درس رو میگذاریم و در درس آینده انشاءالله روز پنجشنبه امکانیت باشد از باب سجود تلاوتی ادامه میدهیم. خب سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک.